مخلصی. خیلی مخلص. سلام. سلام آقا. من پیمان ابراهیمی دینانی ام از اصفهان. اصفهان که دیگه معروفه، همه میدونیم. میگن اصفهان باریکلا. همینا بابا من صفر چسبیده ول کنش نی. هر دفعه میگیم بابا ما رو ببر مسافره، میگه بابا اصفهان نصف جهان، همه جا دنیا میان اصفهان رو ببینن. تو اصفهان میخوای پاشی بری یه جا دیگه رو ببینی؟ تو شهر خود همه جاش دیده که میخوای بری مسافره؟ گفتم آره. گفتم نه تو منار جنبونا دیده؟ گفتم آره. جنبیدنش هم دیده؟ گفتم آره. گفت 2 تا مناره می جنبه وا؟ گفتم دیدم. گفت یکیش خرابه نمی جنبه. دیدی ندیده؟ دیدی ندیده. دیدی ندیده. گفت بایستا ببینم تو 3 را سیمی ندیده؟ گفتم آره. گفت هر 3 راشه دیده؟ گفتم بابا این که 4 راشو بوده همین دیگه. 4 را سیمینه بهش میگن 3 را سیمین. دیدی ندیده؟ گفت بایستا ببینم تو 4 با خاج دیده؟ گفتم آره. گفت هر چه. گفتم بابا میخوای نبریم اون بگو نیم برندون دیگه، چرا پول نمیاری؟ نصفی شب آقای حیایی اومده و بیدارم کرده بود. گفت پیمان بابا پیمان. گفتم جونم. گفت پاشو. گفتم ها. گفت 33 پلچی تو. گفتم بابا ولمون کن. 40 ستون. گفتم بابا نبرمون. آقای الخانی بابا من خیلی سخت سفر بود، یعنی شرایط سخت میشه برای مسافره. مثلا میگه باشه میبرم تو، با التماس بالاخره قبول میکنه که ما رو ببره. میگه باشه میبرم تو، مشکل نداره. فقط فردا ساعت 4 صبح علتولو سرکوچه باشین حرکته. گفتیم با میگه اتوبوسه چرا تو خونه سوارمونی میکنی؟ میگه همینه که 4 شد چرا 5 دقیقه من رفتم. گفتیم بابا واسه 5 دقیقه بیا آقای هی آدمی خانواده دوستی بود ولی ممکنه اون به خاطر 5 دقیقه سفر خانوادگی تنها بره. بعد مسافرت هم میرن که خوش بگذرونن دیگه، خوش باشن شاد باشن. بعد ما خوابمون میمه ساعت 4 صبح بیدار میشدیم، خوابمون میمه، چشمون بسته بود، سرد بود و بابام بیشتر همه خوابش میمه. مینشست پشت ماشین چشاش میرفت رو هم. بعد باش حرف میزد مامانم که نخوابه. من باراش میوه پوست میکندم، آجین براش چای میریخت. یعنی 3 نفر بیدار میموندن که 1 نفر نخوابه. خب بابا قربونت برم بیشین اون ور تا ما بیشینیم، بذار چه اصراری خودت بیشینی. بعد گفتم بابا من میخوایم من بیشینم جات؟ میگه نه بابا من بیدارم. گفتم بابا خوابی ها؟ میگه نه بابا من شب روام. گفتیم شب کجا رویی؟ داریم تدره. بعدی چند بار که نزدیکو به کشتمون بده بالاخره قبول که من بیشینم. من نشستم جا بابا میشست بغلم. بعد نمیدونم چرا از صندلی کناری هم بازم میخواست رانندگی کنترل کنه. مثلا گفت شلش کن اینور سبقت نگی گاز نده. گفتیم بابا اینقدر انرژی داری تو، که اینقدر انرژی داشتی همه انرژی هم داشتی پشت سر تو بابا گیری بخوابی. اینو راست میگه بابا، اینجوری هستن. آقای علی خانی نمیدونم چرا همه تابلو برام میخوند برام. مثلا میگفت آهسته برانید جاده پیش در پیش میشود، خطر برخورد با شتر آبجوش موجود میباشد، سفر خوشی رو برای شما آرزومندیم. چرا همه تابلو برام میخونی؟ 10 دقیقه بعدش داشت میگفت ابتدای حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان. گفتیم بابا همینا تو عصر جدید 3 بار پشت سر هم میگفتی زنگ طلایی برات میزدن، چجوری نه حفظ کردی؟ بعد با مخلوق عجیب غریبی داشت. مثلا از در خونه که راه میافتادیم آهنگ میذاشت. عاشق آهنگ سنتی هم بود، یعنی از در خونه آهنگ میذاشت یا پلیس را کاشون تازم گفت مرد را دردی اگر باشد خوش است. آقای همایون فر اصلا براش مهم نبود که شعر چیه، فقط میخواست آروم باشه. میگفت که ببین بابا مثلا تو یکی از مسافرتامون یادمه
یه آهنگ میخون تو ماشینمون، گفت برود کارون به خدا برای من مانده به جا. گفتم بابا این برود کارون به خدا برای من مانده به جا این یعنی چه؟ گفت باریکلا بابا، خوشم اومد تحلیل آهنگا از تحلیلگرش پرسیدی. بابا این میگه برود کارون به خدا برای من مانده به جا. این هیچ کار نکرد، فقط شعر رو به 4 جهتی مساوی تقسیم کرد. میگه هیچ کاری نکرد، شعر رو به 4 جهت مساوی تقسیم کرد. البته سفر ما همیشه تلخی یا بدی نبود، بعضی وقتا واقعا خوش میگذشت بهمون. مثلا آقای علی خانی بابا ما رو میبرد تو هر شهری میرفتیم ما رو میبرد بهترین هتل‌ها رو پیدا میکرد، لوکس ترین هتل‌ها رو پیدا میکرد، کنارش چادر میزدیم. چادر مال خودمون نبود، چادرها همسایه‌مون آقای عظیم‌پور میگرفتیم. این شبی مسافرت میومد آموزشی بسته نوا کردنی چادر رو به بابام یاد میداد. مثلا میگه آقای ابراهیمی خوب دقت کن ببین، باز کردنش که ساده است، زپ این باز بستنش یه ذره مهارت میخواد. ببین پاده میندازی پشت فنرش، یه چرخ میزنی زیپش میکشی بسته میشه. یاد گرفتی؟ گفت یاد گرفتم و میخوای یه بار دیگه حالا احتیاط بگو. ببین آقای ابراهیمی هیچ کاری نداره، خیلی ساده است. یه پاده میندازی پشت فنرش، از این وری میچرخونیش به چپ به راست، میاری این ور زیپش میکشی. یاد گرفتی؟ گفت یه بار دیگه هم احتیاط بگو، حالا محض احتیاط آقای عظیم‌پور به هر حال. آقای ابراهیمی ساده است، خوب توجه کن، یه پا پشت این فنر، یه پا پشت این فنر، یه چرخ میزنی وارونش میکنی از این ور و میگیریش بالا میچرخونیش میذاری زمین زیپ شمه. این هر دفعه خودش داشت شانسی میبرد. راه نداره. آقای حیایی به همون نامانشون فرداش تو توالت و پارک اومدن بیرون، داشتن دستامو خوش میکردم، نگاه کردم خاک از زمین بلند شده، رفتم تو لوتر نگاه کردم بابام پاشو گذاشت رو فنر، یه چرخش داد، دوبار بابام چادر را زد زمین، دوبار چادر بابام را زد زمین. پاشد خاکاشو تکون گفت 20 صاحب شده لولم نمیشه، زنگ بزن از این پو. بابایی من قربونش برم خیلی مقرراتیه، یعنی از در خونه که ما میخوایم راه بیفتیم حواسش به همه چی هست، همه مدارکا میخواد برداره به جز کارتی ماشین، بیمه نامه، گواهی نامه، کارتی پایان خدمتشا، قولنومه خونمونا، عقد نومشا با مامانم، گواهی نامه تراشکاری که سالی 63 اوستا صفا بخش گرفترم برمی داره، یه چمدون مدارک. بعد همه این مدارک رو برمی داره میریم تو سفر. خیلی دوست داره آقای علی خانی که به پلیس ثابت کنه ما داریم پاک سفر میکنیم. میگه مردم چجوری سفر میکنن؟ دوست داره پلیس جلوشو بگیره. مثلا دلش پا به پلیس میگه این که بغل زمه، اون دو تا بچه‌ها منو عقب، تو صندوق عقب هیچی نداری، پاکه. خیلی دلش میخواد پلیس جلوشو بگیره. توی یکم مسافرتمون یه لحظه پلیس جلوشو اینجوری که گفت بله استدعا دارم جناب سروان. منتظر بوده. بله استدعا دارم جناب سروان، خانومم هستن. گفت خدا حفظشون کنه. جلوتر تصادف شده، یه کمی آهسته تر حرکت کنید، همین. بابا هم خیلی دوست داره که تو مسافرت بگه خیلی بهمون خوش میگذره، تظاهر میکنه بعض وقتا. مثلا به هر شهری که میرسیم شیشه رو میده پایین، دستشو میاره بیرون میگه های عجب بادی به این دست هم میخوره، آدم حظ میکنه، انگار بادی بقیه شهر رو با بادی اصلا فرق میکنه. ما خیلی خسته شدیم این سفر رفتن ها. مامانم یه روم بگو بابا بسته دیگه، به بابام گفت بسته دیگه، نمیخوام با ماشین ما رو ببریم مسافره، سخته، خودت اذیت میشی ما اذیت میشیم، بیا دفعه قشنگ با هواپیما
بریم مسافرت، بریم یه هتل بگیریم راحت باشیم. گفت باشه مشکل نداره، با هواپیما میتونیم بریم. نه خوبه. به همون نام نشون رفت بلیط لحظه آخری گرفت. 3 روز از 3 شب اساسمون تو حیاط بود. میگه اگه زنگ زدم وقتی جور آبادون رو بپوشین، اگه زنگ زدم وقتی اساساتون رو جمع کنین همیشه بذارین تو حیاط. گفتیم ما چرا اینجوری؟ میگه اسمش لحظه آخریه، هر لحظه ممکنه بپره، معلوم نمیکنه. گفتیم بابا میشه نریم مسافرت، زنگ بزن کنسلش کن. گفت برای چی؟ گفتیم ما اصلا اصفهانو ندیدیم. گفت اصفهانو ندیدیم؟ گفتیم نه بابا اصلا ما منار جامونه هنوز ندیدیم. جنبیدنش هم ندیدیم؟ گفتیم نه. گفت 2 تا مناره می جنبه وا؟ گفتیم ندیدیم. گفت یکیش خرابه نمی جنبه. دیدی ندیده؟ مخلص. قبل اینکه اجرامو تموم کنم میخوام که شادی این خنده و شادی این اجرا را تقدیم کنم به همه پدرای سرزمینم که با هر سختی شده به هر حال بچه‌هاشون میبرن تفریح، میبرن گردش. مخلص. حتی اگه قرار شده پول قرض بگیرن تفریح بچه‌هاشون نمیذارن لنگ بمونه. همینجور میخوام تقدیم کنم به بابا خودم، قربونت برم بابا که به من اجازه داد. گفت برو صحنه عرض عصر جدی خودم بگو، هر چی دلت میخواد بابا بگو، هیچ مشکلی نداره. بالاخره که برمیگردی اصفهان، آدمت میخواد. خدا قوت. خیلی بهمون خوش گذشت. به من که خیلی خوش گذشت. آقای کارن اولش انقدر چپ چپ نگام کرد. هیگو به چی میخندی؟ نه یه جایی میخندید، یه جایی خندید. آره بعد یه دفعه دید نه از دست در اومد خودشم. خودش میخندید. حواسم بود بهش. واسه همین که آقای کارن همه خندید یعنی کارت خیلی درسته. خیلی مخلص. ممنونم از شما. ان شاءالله خدا نگهت داره برای سلامت باشین. ممنونم. با اجازه. خواهش میکنم. من شده محل مناقشه استنداپ. آره خب تو خیلی اوایلش با استنداپ زاویه داشتی، بعد یواش یواش با اون 2 استنداپ خوب گرفتی. کلا 4 تا استنداپ تا الان اومدن دیگه. بعد ایشون هم دیگه منو گذاشت تو چیز اخلاقی، یعنی مستقیم خطاب به من. آره داشت تو تایید صداشو میگه. یعنی خیلی باهوش بود. ولی خب دیگه یه جایی نتونستم کنترل کنم خودمو، خندیدم. بعد منو با بابا آشنا کن. عزیزی شما. من ازت خواهش می‌کنم. بیارین اسم قدمتون به چه؟ ما باید بیاین چشمیه. نگفتم اگه اینجاست آشنا شیم. والا بابام نتونست بیاد. به زنگ زدم اتفاقا خیلی دوست داشتم بیاد. خسته نباشید. سلامت باشید. خیلی مسلط، خیلی طنز شیرین، خودت هم بیانت شیرینه، خودت هم استایلت با من با نمکه، هم خوب تعریف می‌کردی و واقعا ما احساس نکردیم که نه توپقی، هیچ لطمه‌ای نداشت کارت و همه جوره اجرای تمیز و درستی بود و کلی هم خندیدیم و سالن هم به وجد آوردی و استنداپ یعنی همین دیگه. خیلی لطفاً آقای متنت هم خیلی خوب بود و کمک خوبی از پدرم گرفتی باریکلا. مخلص. خیلی جذاب. خیلی خندیدیم. آفرین. ممنونم از شما. دوسته. خیلی خوب. خدمتتون عرض بکنم که شما تو خودی اصفهانم اجرا داشته؟ والا اجرا خیلی تو لهجه گرفت. کانال رو عوض کرد. گز دادیم به آقای اسماعیلی. من اجرا فقط تو یه رستوران یه بار اصفهان اجرا کردم. نه خنده گرفتی از اصفهان چون خندوندن اصفهانی‌ها خیلی سخته. آره خندیدن خداش. به من گفته بودن جایی که میز گرد هست غذا دارم میخورم به هیچ عنوان نرو، چون که ممکنه مثلا وسط غذا خورم به تو توجهی نکنم. و رفتم یه جا میز گرد بود، واقعا اولین اجرام تو اصفهان یه دونم بوده ولی خیلی خندیدم. خدا قوت بهتون بده اینکه میتونید یه متنی رو داشته باشید و به هر حال از صحنه خنده بگیرید، یعنی اینکه موفقید و باور کردیم که این کارو میتونید انجام بده. موفق باشید. لطف دارید. ممنونم.